سلام سلام سلام. من حسین هستم. با سری آموزش های یادگیری با حسین در خدمتتونم. توی این جلسه میخوایم با هم انواع داده ها رو کار کنیم، راجبشون توضیح بدیم و نحوه ورود اونها توی نرم افزار SPSS و گرفتن خروجی از SPSS رو با هم کار کنیم. به طور کلی ما دو نوع متغیر داریم، کیفی و کمی. مثلا من از شما میپرسم هوا چطوره؟ شما میگین خوبه. این شما به صورت کیفی به من جواب دادید. من از شما میپرسم دمای هوا چقدره؟ شما میگین 28 درجه. اینطوری به من به وسیله در واقع یک داده کمی پاسخ دادین. حالا این یه مثال ساده بود که تفاوت در واقع داده کیفی و کمی رو متوجه بشیم. حالا در ادامه بیشتر توضیح میدیم. متغیرهای کیفی به دو نوع هستن، اسمی و رتبه‌ای. اسمی مثلا همونطور که اسمش معلومه، ما وقتی میخوایم داده هایی که در واقع مثل جنسیت، زن، مرد، ما میگیم شما زن هستید یا مرد هستید، شما دانشجو هستید یا خیر. اینها میشن در واقع متغیرهای کیفی اسمی، متغیرهایی که در واقع انتخاب یکی مستلزم عدم انتخاب دیگری باشه. میشه در واقع متغیرهای کیفی با مقیاس اسمی. مثل تحصیلات نیست، ما میگیم شما دیپلمین، فوق دیپلمین، کارشناسی هستین، ارشد هستین، دکترا دارین. این میشه یک نوع مقیاس رتبه‌ای در واقع. ولی ما وقتی میگیم شما تحصیل کرده هستید یا خیر، اگر بزنید بله یا خیر میشه مقیاس اسمی. جنسیت آقا، خانم، مرد، زن، این میشه مقیاس اسمی. ولی اگه ما بگیم سابقه کار شما چقدر هست، زیر 5 ساله، بین 6 تا 10 ساله، بین 11 تا 15 ساله، بین 16 تا 20 ساله، 21 سال به بالاه، این میشه رتبه‌ای. ما این در واقع پاسخ‌ها رو رتبه بندی کردیم. یا بگیم سن شما چقدره، زیر 20، بین 21 تا 30، 31 به بالاه، به این صورت. و داده های کمی داده های فاصله‌ای و نسبتی هستند. مثلا من از شما میپرسم تعداد کارمندای یه اداره چند تا؟ ممکنه 80 تا باشه، ممکنه 300 تا باشه، ممکنه 380 تا باشه، ممکنه 2000 تا باشه. پس ما یه رنج در واقع بزرگ داریم، یه دامنه بزرگ داریم از انواع داده ها. یا به عنوان مثال میایم داده های مالی داده های کمی نسبتی هستند. مثلا سود یک شرکت یا سود 100 شرکت طی 10 سال ما وارد نرم افزار میخوایم بکنیم. این داده ها داده های کمی هستن، یعنی مقدار دارن، مشخص هستن. ما با عدد و رقم طرف هستیم و داده ها این نوع داده های کمی و مقیاس های فاصله‌ای و نسبتی هستند. شاخص های مرکزی که ما برای داده های کیفی داریم همونطوری که در تصویر میبینید، نما برای داده های رتبه‌ای، نما و میانه و در واقع انحراف چارکی ما میتونیم استفاده کنیم. نمودارهاشون هم دایره‌ای و میله‌ای هستش. برای داده های کمی نما، میانه و میانگین رو داریم. شاخص های پراکندگیمون هم دامنه تغییراته، هم واریانس هست، انحراف استاندارد، انحراف چارکی یا همون چولگی و کشیدگی و خطای استاندارد میانگین. و از نمودارهای هیستوگرام برای در واقع نشون دادنشون ما استفاده میکنیم. وارد نرم افزار SPSS میشیم تا بتونیم اونجا بهتر با هم کار کنیم. اینجا ما نرم افزار SPSS رو میبینیم. متغیر جنسیت همونطوری که میبینید نومینال هست، اسمی هست. به دو صورت مرد و زن ما تعریف کردیم برای نرم افزار. سن یا همون ایج، جنسیت، ما اینجا لیبل سن دادیم.
بین 20 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال و بالای 51 سال ما در واقع این داده های کیفی رو کمی سازی کردیم. همونطور که می‌بینید به صورت رتبه‌ای نشون داده میشه. تحصیلات هم همینطور، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، کارشناسی ارشد، پی اچ دی. از 1 تا 5 ما تعریف کردیم برای نرم افزار. سابقه کار رو هم زیر 5 سال، 6 تا 10، 11 تا 15، 16 تا 20 و بالای 21 سال تعریف کردیم برای نرم افزار SPSS که از شماره 1 تا 5 شماره گذاری شده. همونطوری که می‌بینید هر سه تا داده، هر سه تا متغیری که صحبتش کردیم رتبه‌ای هستند. برای در واقع بررسی جداول و گرفتن خروجی ما وارد قسمت دیسکریپتیو استاتیستیک میشیم. قسمت فریکوانسی یا فراوانی ها، جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه کار رو انتخاب میکنیم، وارد میکنیم، به این قسمت میاریم. در قسمت استاتیستیک میانگین، میانه، مود، مجموع، یعنی در واقع جمعشون، انحراف استاندارد، واریانس، مینیموم، ماکسیموم، خطای استاندارد میانگین، چولگی و کشیدگی رو داریم. اینجا تیکه اینا رو میذاریم تا همه رو به ما نشون بده. توی قسمت چارت هم از پای چارت استفاده کردیم. میتونستیم در واقع از هیستوگرام، چون در واقع داده هامون رتبه‌ای هستن، از نمودار دایره‌ای استفاده کردیم. اینجا میتونیم به صورت تعداد به ما معرفی کنه توی اون نمودار یا به ما درصد بده. ما اینجا انتخاب میکنیم که تعداد متغیرها رو نشون بده یا به درصد بیان کنه. ما اینجا درصد رو انتخاب کردیم. اوکی رو میزنیم. خروجی نرم افزار رو میبینیم. جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه کار. هر کدوم 185 نفر پاسخگو بودن. هیچ داده از دست رفته ای نداشتیم. میانگین پاسخها رو میبینیم. خطای استاندارد میانگین رو میبینیم. میانه، مود، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، چولگی، مینیموم، ماکسیموم و مجموع پاسخها رو میبینیم. برای متغیر جنسیت 108 نفر آقا، 77 نفر خانم به ما در واقع خروجی داده که توی این جدول فراوانیشون، درصد فراوانی معتبر و درصد فراوانی تراکمی رو میبینیم. همینطور برای متغیر سن در واقع مشاهده میکنید، متغیر تحصیلات و همین ترتیب متغیر سابقه کار هم به همین ترتیب. اینجا جنسیت آقا با رنگ آبی کم رنگ، خانم با رنگ آبی پر رنگ مشخص شده. اینجا سن رو مشخص کردیم، 20 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 و بالاتر از 51 سال. تحصیلات همونطور که می‌بینید بیشتر در واقع پاسخ دهنده ها لیسانس داشتن و بعد از اون کارشناسی ارشد، بعدش فوق دیپلم و کمترین تعداد مربوط به کسانی بوده که مدرک تحصیلی دیپلم داشتن. سابقه کار هم تعداد زیادشون بالای 21 سال بودن، بعدش بین 16 تا 20 سال، زیر 5 سال، 6 تا 10 سال و 11 تا 15 سال سابقه کار. انشالله ما در جلسات بعدی سایر موارد رو هم با هم کار میکنیم. متشکرم.